اگر خیلی خوش شانس باشید در مقطعی از زندگیتون تنها میمونید. هم تنها میمونید هم طرد میشید. از این تنهایی نترسید، این یه تنهایی مقدسه. یار این کار رو کرده، یار دور برای شما رو خلوت کرده. هر عاشقی دوست داره با معشوقه خودش خلوت کنه. بدترین کار در این مواقع اینه که فوراً یه جایگزین پیدا کنید. این کار باعث میشه که این تنهایی در زندگی شما پشت سر هم تکرار بشه. اما وقتی که با صبر و سکوت رو خودتون کار میکنید، متوجه یه دیو خطرناک درون خودتون میشید. دیوی نیازمند، دیوی گدای دیگران. و اتفاقا عاشق میخواد این دیو رو از بین ببره. وقتی که شما از همه آدم‌ها ناامید و بی‌نیاز شدید، اون موقع است که عاشق دست شما رو میگیره و متوجه میشید که شما رو تنها کرده بود تا شخصیت مهمی رو به شما نشون بده. خودتون رو.